علیرضا اصلی اینجاست. خوش اومدید به دومین ویدیوی کانال من. امروز احسان و امیر قراره بیان خونه ما و قراره بازی خیلی جالب انجام بدیم با مجازات‌های حتی جالب‌تر. قراره یکی یا هممون حسابی امروز بسوزیم و معده‌مون از بین بره. بریم بیایم بچه‌ها بیان با ما همراه باشیم. قراره سلام. خب ما رو دعوت کرد، نمیدونیم چه خوابی برامون دیده. الان دیگه اومدیم ولی خب بهمون گفت چه خوابی دیده. ما قراره به شما بگیم. خب بچه‌ها رسیدن. ما یه بازی قراره انجام بدیم. همونطور که می‌بینید اینجا 10 تا لیوانه. 10 تا لیوان کوچولوی قهوه خوریه. که همونطور که می‌دونید پر شده با آب یا عرقیجات. 5 تا از این لیوان‌ها آب ساده است و 5 تا از این لیوان‌ها پر شده با عرقیجات بدبو و بدمزه. آب 5 تا آب 5 تا هم عرقیجات دیگه. من اینو برمی‌دارم. مزه میکنم، طعمشو میچشم، به بچه‌ها میگم. آقا سلامتی کنید. آقا برمی‌دارم مزه میکنم، به بچه‌ها میگم این عرق یا آبه. طرف مقابل باید تصمیم بگیره که آیا من دارم راستشو میگم یا نه. اگر آب اینو از من بگیره برنده است. اگر آب نگیره من بخورم بازنده است. و بازنده فلفل میخوره. همین سادگی. خب قرار تو کل این ویدیو خب سعی کنیم که پوکر بمونیم. هر شوخی که میکنیم، هر اتفاقی که میفته. من تو زندگیم تا حالا پوکر نبودم. جدی ترین یه دونه فلفل به عنوان مجازات میخوره. حالا یه تیکر رو سانسور. یعنی هر کس بخنده باید یه فلفل بخوره دیگه. یه میدونی تو پودر نارگیل چیه؟ تو پودر بچه چیه؟ میدونی برای به دست آوردن پودر بچه چند تا بچه رو میکشن؟ لطفاً از پودر بچه استفاده نکن. یه بازیمون رو شروع کنیم. کی میخواد اول شروع کنه؟ من میگم یه تک بیاره بکنه. هر کی بسه. هر کی تک نمیتونم بزنمش. هر کی تک بیاره اولین لیوانو برمی‌داره. همه سر تو بیشتر. اصلا نمیخوامش. معلومه آب نیست. ببین اصلا نمیخوامش. چیکار کنیم بگیریم ازش؟ بلوفشون؟ هر کی نگیره نه نمیخوامش. خیلی نمیخوامش. من میگم آبه. من میگم عرقه. تو میگی راست داره میگه؟ هر کی تصمیم آخری یک کدوم. من میگم راست میگه. یارو میگه عرقه واقعا. من میگم آب ازش میگیرم. من ازش میگیرم. مجازات مال تو میشه. آره من میگم آب. گفتم من خیلی بده. ببین آب نبود. نه آقا من این میخوام شروع کنم. ببین ولی هر فلفلی یه بار میتونی بخوری که گاز بزنی. همه رو باید بخوری. همه اینو من که نمیتونم بخورم. بکن چونت. من بخور. یه گاز مشتی ازش میزنم. خب بعد نمیتونی دوباره از این فلفل استفاده کنی. تا اینجا باید گاز بزنی. گاز مشتی بود. داش اصلا طعمش هم نیومد زیر دهنه. خیلی تنده. خب بخور. چالش نصفه برو. یه نصفه برو دوباره. به اینم روش بزن. حل خودتون رو بشینه ببره. اینجا رو نگاه نکنید، اینو میدم لاکار. نه دیگه احمق این دیگه اون میره کنار. این چرا یخچال برفک داره؟ چون تولدشه. نه چون آنتن نداره. خندید فلفل خورده دیدی چه قشنگ. تو هم داری میرینی اصلا گلوش. اونجاست که شاعر میگه تاش. آقا بریم سراغ شات بعدی. سرم میافته. سلامت گرفت. بازنده باید بعدی بره دیگه. خیلی خوب بود. خوشمزه است واقعا. طعم نداره. نظر چیه؟ سوبر بود، خیلی هم راحت خورد. داشت نفس عمیق کشید. نه تغییری نکرد. بلوف میزنه عرقه. من میگم عرقه. پس نگهش میدارم. شما بعد. عرقه؟ نه دیگه الان یا باید بخوری. اگه نگیره ازت باید بخوری. آب بود عرق خود بکنم. آب بود. بردم. عشق هر کدومو دوست داری. واه. کامل. نه کامل. خیلی گناه یزید. همه باید بزنیم. مثلا تو چرا نصفه گاز زدی؟ یه دقیقه وایسا. این برای منه. احسان کامل خدا وکیلی ظلمه. نصف این کامل اینو نگاه اینو بخوری. داداش بزنیم. اینجا تا شمال میسوزه. حال میده بزنیم. کامل بخور. یعنی هر کی کامل نره بعد چک بخوره. نه نصفه بخور داداش به من گوش کن. ویدیو من خونه ما قوانین رو آخه اون دیگه داره نوکشو میخوره. بیا سرشو بخور. نه زیاد خورد خدایی خیلی کم نخورد. وای تو چرا میزنی به من؟ وایسا بچه‌ها این تمیز کن. تندی فلفل بدید. هیچ چیز بخوری باید بشینی تا آخر ویدیو. واقعا تند نبود. سختش میکنه.
آجی حالمانش بد شد. میخوای در آب بشی؟ حاضری در ازای یه چک لیوان آب داشته باشین؟ نه بیخیال. وای چشم دست دادم به چشم انشالله که آبه. بخور ایشالله آب. آی سوخت ایشالله آب میشوره دیگه داد نزن. همشو نباید بخوری که. وای خدای من این تشتش بود همه رو چی بود؟ آب بود آب بوده که اینجوری خورده دیگه راست آب میگه. بود دیگه. گناه شدم آوازی. بخورید اینقدر سریع بلوفشو نگیره 2 ثانیه بوده بگذاره. آخه خیلی عین اسب خورد. بیانین من چرا بخورم؟ من گرفتم. گرفتم که دارم میسوزم نصفشو باز بده. حاجی بد راست حالمانش چشاشو نگاه. ببین ولی خدایی هر کی برمی‌داره من خودم میخورم. حداقل نصفو بخور. نوکشو نخور. ببین الان نگاه کن. بیشتر نه خوبه. بابا اینقدر ظالم نباش. نظر چیه راجع؟ در این ناباوری تون نبود. واقعا؟ بابا ناموسان یه چی بدید من بخورم از خیار میده. وای علی یه چی بده من دارم آتیش میدم این چرا واقعا تون نیست؟ نیت 13 مصوم 13 بار میشمارم از اول 14 مصوم بود 14 مصوم یه دونش اون اونقدر محسوب. 2 3 4 5 6 7 8 9 بابا از ویدیو داریم میگیم. من چی بدم بخورم؟ 14 حاجی حداقل خوشمزه میذاشتی ناموسن چیه این آخه آبه. آب نیست سری پیش من مال احسان حضرت آره سری تو آب راحت بزن آب 5 ثانیه فرصت داری تصمیم بگیر 1 2 3 4 5 میخوری نه مال خودت. آب بود. بکنم حالا اینو بخور چرا تو فلفل نمیدی؟ آب بود؟ میشه من فلفل تو بدم نه خودم انتخاب میکنم. اینو بخور. اوه اینم از اون بوتونداست. دیگه برداشتی دیگه ببین نصف این نوکش بود اما چیز بود فلفلای شما. من آتیش گرفتم نوکش بود باید بخوری بخور من هنوز دارم گزگز میکنم صفاش میشه تا آخرش باید دیگه. میدونی اگه ماکارونی ها پرخوری کنن چی میکنن؟ نودل میکنه آقا من برمیدارم. یکم قانع کن یکم صحبت کن با صحبتی ندارم بدمزه است. راست میگه دارم صداقت امر میذارم. دیگه پس بخور دیگه اگه واقعا چرا باید چون بخورم؟ گفت راست میگه یعنی آب بود نمیخواد بچه‌ها. بخور. آب بود بیا کی میگیره بلوفمو؟ کدومتون؟ آب بود چی اون دیگه ببینم بکنم آب بود داره میخورتش. آب چرا نبود توف کردی؟ آب نبود بابا کل الان دیگه بیار بیرون نگاز دادن یه ذره باید بری پایین‌تر نه خوبه بخور اون تون نیست فکر می‌کنم. اصلا قرمز رخه چرا همه تندا میمونه نه که ما داریم هم موقع فلفل دلمه میخوریم وردا. اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه خب خب یه چیزی بگو یه حرفی بزن. میخوای یا نمیخوای یه ریاکشنی نشون. نمیخوام نمیخوایش سر دیگه بخوری کوچولو. هیچ تغییر قیافش نمیکنه. ولی آب نیست ببین تا الان چند تا آب رفته. نمیدونیم هیچکی نمیدونه خوبه نشمرده این خوبه. نمیخوام من میخوام چیه؟ داری میخوریش دیگه در هر صورت. آقا ببین علی به مرگ مادرم میخوردم یه چیزی تو سرم اینجوری میشد انگار یکی داشت اینجوری میکرد اینم جای گازت. اونجا نیست. برو تو. پایین‌تر برو تو. دقیقا همونجا بود که بود نه دیگه اشکال نداره. من انسان رئوفیم. خورد بدی فلفلا رو شوت می‌کنیم. حاجی حامی کنی نفسش تند اجدها شده. نوت تو تست کنیم بارن خندیدم بیشتر شد نه اینو بیشتر خورد داد نه اینو آروم باش. این 100% آب نیست. مال خودت. مال خودم دمتون گرم بچه‌ها فلفلتون رو برداریم بکن آب بود راست میگه آب بود خیلی قشنگ گولمون زد. واقعا بازیگر خوبیه. ای واقعا بازیگر خوبیه. بابا بنازم ببینید اوه باجی با دندونام نصفش کردم سوختم.
نمیتونم بخورم. نقدی قبولی تا حساب کنی. باید بخورم. وای. جون مادرتون اگه آب بود بدیم من بخورم. برو. منم. آبه. میخوایش یا نه؟ آره من میخوامش. میخوایش؟ عرقه. بخور پس. میشه جان. آبه؟ بله فلفل بخوره. صداقت همیشه جواب. خیلی تند بود این نصفه. که این بازی تموم میشه. هر کی اونو بخوره بخور کل همون. هر کی اونو بخوره گیگه. باجی تا گفتم گیگه گاز داد. میخوایش یا نه؟ تو خود میخوایش؟ آره. پس من برش برم. آب نیست نخور. دارم من میگم گوش بدم. یکم دیگه بیشتر بخور، خیلی کم خوردی ازش، کوچولوئه. دقیقاً نصفه دیگه. نه آقا اندازه است بخور درسته برو درسته. بخواد بسوزونه انقدرش میسوزونه انقدرش هم میسوزونه ولی خیلی اینا تنده. من میخوام تو خورم. با خدا داشت. من میگم آبه. ها علی؟ بگیر ازش. من دیگه توانایی فلفل خوردن ندارم. یعنی همه بیشتر فلفل خوردم. میخوایش یا نه؟ بختیار شجاعان است. من میگم آب ازتم میگیرم. اوه آب نیست. آب نیست. یه گرفتم. بس خانم بعد بگه. من گرفتم آقا وقتی بابا نگیری من دیگه نمیخوام بخورم. بره جایی که غم نباشه. عجب گازی زد. مردونه گاز زد. خدای حلالش باشه. دقیقاً رفت وسط غم. من همه بیشتر فلفل خوردم. دارم پاره میشم. الان یه فلفل داریم خیلی ترسناکه. آب دارم نمیتونم برم بچرخم. اینو میخوایم سرش یه تسک جدا بریم، یه بازی جدا انجام بدیم. الان اونایی که مونده اونجا همه عرقه لیوانا. آره. آب نمونده. نه آقا رو خوردیم. سرش میخوایم یه تسک جدا انجام بدیم سرش. من یه بازی دارم برای خوردن این. میرم برمیگردم انجام. خیلی خب من رفتم برگشتم 3 تا لیوان پر کردم بچه‌ها. یه دقیقه نکنین. از این 3 تا لیوانی که جلوی منه یکیش عرقه. عرق نعناه. 2 تاش هم آبه. ما شانسی نفر یه دونه برمی‌داریم. اونی که عرق بیفته بهش باید این فلفلی که اونی از که عرق بیفته اونی که آب بیفته. اونی که عرق بیفته. تو 3 تاش فلفل یا 2 تا؟ دو تاش از عرق. ذهنت تو فلفل مونده الان چیش آبه؟ یه دونش عرقه 2 تاش آبه. اونی که عرق بخوره باید نصف اینو گاز بزنه. نمیخوام من. و بدون ریاکشن بشینه جلوی دوربین. اگه ریاکشن بده باید نصفه دیگر رو هم گاز بزنه. بالاخره برنده شدم. و فلفل افتاد به امیر چون برای من تو آبه. داداش خودمون خوردی؟ بزن داداش. یه بار دیگه. من یه لحظه ترس. امیر تو آب. این رو رنگش برداشتی آره خیلی دقت آب فکر خوب. می‌کردی این 100% آبه ها. آب خوشمزه، زلال. ببین سهال. شنیدی دیگه نصفشو گاز میزنی کوچیک‌ترین ریاکشنی بدی نصف دومش هم باید گاز بزنی. 30 ثانیه باید به دوربین نگاه کنی بدون 30 ثانیه. نه 10 ثانیه 20 فقط ثانیه. نگاه کن 20 ثانیه. وقتی گاز میزنی 10 علی گفت 10 یعنی آقا 10. 10 تا من میشمارم به دوربین نگاه کن هیچ یک شروع کن بجو. جویدن قورت بده باش. 10 9 8 7 6 5 اسم راستی میدونستی ماهیا چرا با هم دست نمیدن؟ دستاشون خیسه. آفرین بزن ندش 5 4 3 من چی بگم؟ بگو می‌دونستی یه فیلم که لباس خواب صورتی پوشیده قبل خواب چی میگن؟ چی میگن؟ میگن شب بخیر. اوه حالا یه سوال وایسا. اگه این من میخوام بهش برم این اگه نمیذارم همون فیلم فرداش لباس 4 3 2 1 خوب ریاکشن نشون نداد. بچا امیر از دست دادیم. آه. انقدر پاشو امیر تو ویدیو گل شد. همین قشنگ رید رید تو ویدیو ویدیو. 10 بار پاشو. به خدا ما هم سوختیم. حاجی این نیمه تنده. بفرما راحت باش. این نیمه تنده. داداش خونه باباته مگه اجدم دستت بیاد امیر میخواد. با نبات برگشت. خوبه دولش رو میز نبود. زیر میز. خواستی برو زیر میز بیا. بچه امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشین بقیه ویدیوهای ما رو هم ببینید
چنل بچه‌ها رو میذارم تو دیسکریپشن، ما رو دنبال کنید. مرسی. امیدوارم که روز خوبی رو بوده داشته باشید.